شمعیه که هیچ وقت تموم نمیشه و خونت رو برای مدت طولانی خوشبو نگه میداره. امروز یاد میگیریم چطور یه شمع بی پایان درست کنیم. برای شروع یه لیمو رو به حلقه‌های نه خیلی نازک و نه خیلی ضخیم برش بده. بعد یه ظرف شیشه‌ای لازم داریم. میتونی از شیشه‌های مربع یا ترشی استفاده کنی. حالا بهش یه مقدار نمک درشت اضافه کن. حدود 2 بند انگشت کافیه. وقتی نمک رو ریختی، حلقه‌های لیمویی که بریدی رو داخلش بچین. اونها رو طوری بذار که جا برای آب هم بمونه. مقدار دقیقش بستگی به اندازه ظرف داره، ولی معمولاً حدود 2 بند انگشت جا برای آب بذار. قدم بعدی اضافه کردن چند تا میخک هست. میخک بوی خیلی خوبی داره و همچنین باعث میشه پشه و حشره‌ها دور نشن. بعدش چند قطره روغن اسانس اکالیپتوس بریز. این کار بوی مرکباتی شمع رو قوی‌تر میکنه. در آخر ظرف رو با روغن خوراکی پر کن. این روغن در واقع سوخت شمعه. چون روغن و آب با هم قاطی نمیشن، روغن روی سطح آب میمونه. حالا یه لیوان یک بار مصرف بردار و تهش رو با قیچی ببر. چون فقط قسمت کفش رو لازم داریم. وسط اون قسمت یه سوراخ کوچیک درست کن تا فتیله رو ازش رد کنیم. میتونی فتیله رو ببری یا ذوبش کنی، ولی بریدنش راحت تره. فتیله رو از سوراخ رد کن و اون رو داخل ظرف قرار بده. شمع خونگیمون آماده است. کافیه روشنش کنی و هر جای خونه که دوست داری بذاریش. حتی برای شام خاص هم خیلی قشنگ و شیکه. ساعت‌ها میسوزه و بوی خوشی پخش میکنه. هر وقت خواستی دوباره ازش استفاده کنی، فقط کافیه روغن بیشتری بهش اضافه کنی. یه بغل گرم تا ویدیو بعدی.